بریم سراغ طراحی حروف. سه تا ساختار کلی ما میتونیم برای حروف عین و غین تعریف کنیم. دو تا دایره، یه دایره، یه مربع، دو تا مربع سوار بر هم. میریم سراغ این ساختار دو تا دایره سوار بر هم. ما در اصل سه تا خط کرسی داریم. 1 2 و 3. پهنای این خط و این خط موازی با این دایره بالای عین یا غین رو بسازید. اینجا رو حذف میکنیم. ما فرم عین رو با یه اندازه برابر میسازیم، یه زاویه اینجوری و یه زاویه اینجوری. و بعد من عین رو از اینجا بیارم با توجه به اون فرمت طراحی که خودتون دوست دارین انجامش بدید. پاکش کنیم. خب بچه‌ها ببینید بین این اندازه که دایره رو حفظ کردیم و من اینو انتخاب کردم. میتونیم برعکسش کنیم، اینجا صاف باشه و این حرکت ها اینجوری بیاین و بعد اینجا رو از حالت سادگی بیرون بیاریم و این دایره رو اگر تقسیم بر 3 بکنید میتونید تا اینجا ادامهش بدید. خب ببینید بچه‌ها یه عین متفاوت تر از این دوتا رو شما دارید. بعدی فرم کلی رو میکشید، از وسط نصف میکنید و یه پهنایی رو اینجوری میایید این دایره تقسیم بر 3 بشه و کامل روی این میلغزونید. طراحی بعدی و بعد شما میایید از اینجا رو دقیقاً اینجا رو صافش میکنید و اینجا هم به همین شکل. این ادامه دایره رو منظورمه حالا میتونه همین اندازه اینجا انتقال پیدا کنه یا بیشتر و بعد کاملش میکنه. بچه‌ها این خط رو شما بیاید ادامه اینو مماس با این بریم بالا و بعد اینجا رو بیارین داخل و در مرکز اینجوری بخوابونید. دایره رو نصف کنید و اینجوری دایره اینجا مماس میاد بالا، اینجا هم دقیقا اینجوری. این حرکت در وسط، این حرکت کلی میتونید از این طراحی انجام بدید. و اما ساختار دو تا دایره مماس بر هم بریم یه دایره و یه مربع مماس بر هم رو تمرین کنیم. بچه‌ها شما اگه این مربع رو نصف کنید میتونید دقیقاً بیاید اینجا رو کار کنید. ادامه رو که انجام دادیم از این تلاقیه مثل این نیم دایره یه نیم دایره بزنید، یا مربع باشه شما این حرکت رو نصف کنید اینجا بیاین یا مماس با این وسط مربع پهنا و اینجا رو بیاین پایین. اما که از این خشکیه بیاد بیرون شما اینجا رو میتونید دقیقاً مماسش کنید. بچه‌ها ببینید اینورم به همین شکل میتونه صاف باشه، میتونید شما مماسش کنید اینجا و اینجا و این حرکت، و یا اینجا گرد دیگه منحنی داره اینو صاف بیاریم بالا، اینم دقیقاً اینجوری و اینجوری یه حالت اسمانند بشه. در هر شکلش فرمت مربع باید حفظ بشه. خب دایره رو تقسیم کنید، اینم گردش کنید و بیاید روی این خط. میتونه اینجوری هم باشه. اینو نیم دایرهش کنید، اینجا رو قوس میدیم و بعد اینجا رو مربعمون رو نصف میکنیم، از اینجا ادامه میدیم. ببینید بچه‌ها و اینجوری من پاکش کنم شما متوجه بشین. خط مربع هم حفظ شده و یه ارتباط و هماهنگی با این داره. یه طراحی دیگه انجام بدیم. یه نکته بچه‌ها ببینید این دایره و این مربع مماس بر همه. از این وسط یه ذره مربع رو بکشید اینجا. اگر یه ذره مربع رو بکشید اینور مثل من که دارم انجام میدم اینجا مربع رو باشه یه فرم خیلی خوشگلی وجود میاد
و بعد من این دایره رو نصف میکنم، از وسط به این ور، اینجا قطعش میکنم، اینجا رو قوس میکنم تا اینجا ادامه میدم. بالا 1/2 دایره رو بردیم و پایین همون فرمت مربع رو حفظ کردیم. مربع انجام بدیم. چجوری؟ تو روش قبلی اینجا من دایره رو نصف کردم 1/2، اینجا مربع رو نصف میکنم. یه نیم قوس، این پهنا. چون اینجا یه تناسبی غیر معمول داره، ما چیکار کنیم با این قسمت بالا؟ این پهنا رو میایم، میتونه این خط موازی با این باشه، میتونه بره داخلتر منطقی تر. یا قین خوشگل رو شما طراحی کردید. روی این ساختار دوتا مربع سوار بر هم، اینجا رو منحنی کنید، اینجا منحنی بشه. از وسط این مربع مثل اینجا اینو میخوابونم. میتونید که یه فرمم اینجوری بیایید. من اینو کامل کنم. تا مربع سوار بر هم اینجا هیچ فضای جذابی نباشه، یه افت و خیز جذابم به این تیکه میده بچه‌ها. شما از اینجا، دقیقاً از اینجا ادامه کار رو میتونید برید، یا مربع از وسط نصف کنید، اینجا رو در اصطلاح کرو یا منحنیش کنید، دقیقاً به همین شکل منحنیش کنید. میکشم مربع رو این ورتر، اینجا دوباره منحنیش میکنم و اینجا منحنی میشه. خب ببینید بچه‌ها، فک اینجا یه ذره مشکل داره دیگه. چیکارش کنیم؟ ببینید یه اینجور قوسی صاف و میاد. یه نکته که باید خیلی دقت کنید و مربع رو یا دوتا دایره رو یا یه دایره مربع رو هم اندازه میگرفتیم، یعنی اینجا و اینجا یه اندازه بود. شما میتونید دایره رو کوچیک‌تر کار کنید، مربع رو بزرگتر، یا دایره بزرگ باشه مربع کوچیک‌تر. از این ترفندها و جلوه‌های بصری هم شما میتونید استفاده کنید. نصف کنید، نیم قوس، نیم قوس، اینجا رو بچه‌ها نیم قوس کنید و بیاین داخل. خب ببینید چه فرم جذابی وجود میاد. اینجا رو چیکارش کنیم؟ بازی با این بیاد. ببینید بچه‌ها منطقیه؟ نه. میتونید این اندازه رو نصف کنید، اینو اینجوری کار کنید. دیگه طراحی کنیم بچه‌ها. این قسمت رو که شما پاک کنید، شما از اینجا بیایید و اینجا رو نیم قوس کنید. اینجا میتونید تغییر بدید. چجوری؟ مستقیم بیاین بالا موازی با این. و اگه این مربعمون باشه، اینجا از وسط مربعم نصف کنید و از اینجا شما یه اینجور حرکتی داشته باشین. مربع اینجا رو مورب کنید و از این وسط شما بیاین پایین، اینم بکشینش پایین تر. ببینید بچه‌ها یه عین خوشگل مرتبط با این حرکت. مربع رو نصف میکنم، میام داخل، مربع رو نصف میکنم، میام داخل. اینجا رو شما یه قوس بدید، اینجا هم قوس بدید. میتونید یه هسته ای رو اینجا اضافه کنید یا اینجا اضافه کنید. اما در تمام این چیزهایی که من خدمت شما عرض کردم، کل این حروف تمام خطوط پهنی بود با جلوه های بصری. الان شما میتونید دقیقاً زاویه تعریف کنید به این شکل. چقدر این زوایا کمک میکنه؟ این زاویه، این زاویه، حتی زاویه برعکس. این فاصله رو یه نقطه بذارین، از اینجا یه شکستگی بدید و نقطه رو کار کنین. با توجه به این فرم میتونید نقطه دایره بذارین، میتونید از تلاقی اینجا نقطه رو بذارید بیرون از فرم و هم داخل فرمتون کار کنید. خب بچه‌ها اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما ما رو سابسکرایب کنید. دوستتون دارم. شاد باشید و از زندگیتون لذت ببرید.